ملکه 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 در کجایی؟ در کجایی ملکه؟ کجا گم شده باشد؟ از 71 به مرکز. من مشتری گرفته به فرودگاه می روم. لباسهایش را جمع کرده است. ملکه! به کجا رفته باشد؟ کجا گم شده نبله؟ به کجا می رفته باشد؟ معلوم است که از من میگریزی. یگان جای نمی روی تا با من حسابات ندهی. به یگان جای نمی روی. به کجا می رفته باشد؟ کجا گم شده باشد؟ تاکسی حصار گوش میکند. ببخشید یک چیز را پرسم. شما به خانه من تاکسی فرستاده بودید؟ سراغای شما؟ کوچه زرنیسار 5. تاکسی 71 یک خانم را با فرودگاه برده است. به فرودگاه؟ بله سلامت باشید. 11 این نه، اینش هم نه. 71 انا یافتم. با طرفی راست، با طرفی راست. چی گپ خودش؟ چی گپ شد؟ بازدار گفتم ماشین را بازدار. سبب؟ التماس نیست. رون ایستا گفتم به تو، ایستا. این آدم رو میشناسی؟ نیست. گاز رو زیر کن گفتم. گاز رو زیر کن. تو نمیشناسی که چقدر راننده هستی. حیوان است او. حریف بود که برام میزد. مرا کشتنی هستی؟ ترانه کافرا فرا. التماس دیگه مرا رها کن. دردم دادی آخه. درد میکند. زودتر درد کرده است. زودتر با ماشین سوار شو. اتینا شطوری سفید را دیدی؟ ندیدی؟ گرفتنی بودی ها؟ به من حسابات نداده. به کجا می روی این خیل؟ به قعر جهنم. من آمدم که تو را گسیل کنم. امشب همش را میفهمانی ملکه. نه اتینا درویه دروغگو. گپ زن. چی گویم؟ یگون چیز برای گفتن ندارم. نداری؟ چی خیل نداری؟ گفتنی ندارم. همش رو میدونی. از زبانی خودت شنیدن میخواهم. درخت مکر تو چقدر ریشه ها دارد این را میخواهم بفهمم. دروغ هایت را، بهانه هایت را، دروغگیت را میخواهم فهمم. به کجا برم تو را؟ به من این خیل نگاه نکن. در کجا پرانم تو را؟ بگو. خوب شده است. قرار را من خودم میبرارم. کفرا زودتر
راهگر زودتر گفتم زودتر میدانه که اینجا کجاست؟ به فکرم که میدانه. روزنامه را تو دزدیدی، همین خیلی نه. تو تنها روزنامه را نه، بلکه پدرم را هم دزدیدی. تو دیدی که من چگونه او را جستجو میکردم و من وعده میدادی که به تو یاری میدیم. غمگین نشو یگید، پدرت را یک جا میکابیم. یافتم، اما چی شد؟ همان روزی که او را یافتم او را از دست دادم. پدر من برای خدمت وطنش همه چیز را فدا کرد، پسر جانیش را هم. تو باش این را نمیفهمی. گپ‌های راست و حقیقت را دوست نمیداری. فداکاری چیست؟ چی بودن مهر و محبت را نمیدانی. همین خیلی به تو میگویم جواب ده. به سوال هایت یگون جواب ندارم. همه چیز را میدانی. از زبان خودت شنیدن میخواهم. از من چیزی نخواهی شنید. به زیر پایت سجده کنم هم سودی ندارد. گویا مرا میبخشیده باشی. بله، تو را فریب کردم گویم. چه عوض می شود یگید؟ آیا از بحر من گذشته مرا نمی کشی؟ تو که ها به حکم قتل سزاواری. این را از خودت شنیدن میخواهم. من به خودم نفرت دارم یگید، نفرت. بله، من پشیمانم، سخت پشیمانم. من هم خودم رو اصلا نمی بخشم. حالا باشد از تو بخشش پرسیدن یگون معنی ندارد. باز به حیله و نرنگ بازی در آمدی، ها؟ خودت را شیرین کردن میخواهی. همیشه برای خودت یک راهی برآمدن مییابی، ها؟ مکاره. به من نگاه کن. به این طرف. به من نگاه کن. بزانو. بزانو گفتم. بزانو. بزانو. سرت را بردار. به من نگاه کن. به درون چشمانم نگاه کن. بردار. بردار. به چشمانم نگاه کن. آیا با اشک چشمانت باور کنم؟ هرگز باور نکن.
زودتر مرا پرون. من تیارم. زودتر کارت رو انجام ده. در حیات تو برای من دیگر جایی نیست یگید. با من خانه‌دار شو. زنی من شو. با من خانه‌دار بشی. کاری به من نگاه کن. در وقتی نبودن من تو به او مادری کردی. تشکر به تو. اینجا خانه نوی ما. خانه ما؟ بله، خانه نوی ما. تو، من و فاتح یک جای زندگی میکنیم. در حقیقت تو را دوست داشتم. تر و تازه بودی، دلی پاک داشتی، مثل من ناپاک. تا موی سرت پر از گناه نبودی. فاتح هم دوستت می داشت. من تو را محض برای او دوست می داشتم. افسوس که در پس چهره فرشته شیطان نهان بوده است. ظاهرت فرشته و باطنت شیطان. خیر نباشد چرا انتظاری؟ زودتر مرا کش. هر آن بلا که دیگه بسرت آمده بود سببش من بودم. دروغ گفتم، فریب دادم. تو رو آنقدر نابینا کرده بودم که جانی خود رو برای من شده به خطر گذاشتی. چی از کشتنی من ترسیده ایستاده ای یگید؟ ترسیده ایستاده ای؟ زیر کن، کش مرا. من میتوانم این کاری تو رو آسان کنم. چرا من به تو باور کردم؟ چرا؟ تو از حادثه ها بیخبر بودی. انتقام چشمانت رو تا به درجه کور کرده بود که مرا نمیدیدی یگید. بس کن. بعضا تنها به تنها با سایه با میخوردیم. تو را مسخره میکردیم، با تو بازی میکردیم. گپ نزن گفتم، گپ نزن. کش مرا، خاموش. خاموش. پرون. خاموش.